ارزم به حضور شما توصیه شما برای پیشرفت علمی و فرهنگی دانش آموزان شهر کاریز چی است؟ این سوالتون رو دوست دارم با یک جمله یکی از استادام خاتمه بدم که ایشون همیشه به ما میگن که مهمترین نقصی که من اصلا حالا به جامعه کاریز کار ندارم، کلا هر جامعه بزرگترین نقصی که ما مردم داریم نبود نیات بزرگه. یعنی ایشون به ما همیشه میگن اگه شما صفت رحمان خدا رو در نظر بگیرین، مثل این میمونه که برین کنار یک اقیانوس وایستین، درسته ته این اقیانوس با چشم شما دیده میشه ولی اون انتهای اقیانوس نیست. خب صفت رحمان خدا هم همینجوریه، یعنی ما با ذهن خودمون همیشه خدا رو کوچولو میکنیم. ایشون همیشه به ما میگن ما نیات بزرگ نداریم در زندگی. یعنی شما یک کفاشی رو ببینین که مثلا کنار خیابون همیشه نشستن باکس میزنن و کفشا رو درست میکنن، ایشون آرزویشون ممکنه این باشه که خدا یک مغازه‌ای به ما بده و خدا هم همینجوری همون مغازه رو خواهد داد بهش. توصیه من همیشه به همه، اولش به مادر پدرها و بازم تکرار میکنم خانواده ها، اینه که پر و بال بچه ها رو کوتاه نکنن و از ابتدای زندگی بچه ها رو با رویاهای بزرگ و با نیات بزرگ کنن. و این بهترین توصیه من میتونه باشه که البته توصیه استادای من هست و من میتونم به مردم بکنم همین. اوکی. پس هدف بزرگ خیلی مهمه که دانش آموز و خانواده هدف بزرگ را ترسیم بکنه برای با توجه به صفت رحمان خدا باید واقعا این هم خیلی مهم. دکتر جان نظر شما در مورد این سال؟ خب توصیه هایی که میشه موردی به دانش آموزان و حالا هم شهری ها داشته باشیم در این زمینه، اولین چیز اینه که من به دانش آموزان میگم که در این مسیر ثابت قدم باشین. ثابت قدم بودن در یک مسیر خیلی مهمه. در هر مسیر یک شخص نیاز هست که ثابت قدم باشه و از ناملایماتی که تو اون مسیر هست هیچ موقع تسلیم اون ناملایمات نشه. در این مسیر دانش آموزان مشکلات زیادی پیش خواهد آمد و باید هیچ موقع توکلشون رو از دست ندن. همیشه خدا به این اعتماد داشته باشن که خدمت به جامعه اگرچه سختی داره، اگرچه ممکنه در جامعه ما خیلی وقتا ارزش نهاده نشه، اما شیرینی خاصی داره و نزد خدا هم کار بسیار پسندیده. باید به دانش آموزا بگم که در این مسیر از توصیه های کسانی که این راه رو رفتن، این مسیر رو رفتن، استفاده کنن، رابطه عمیق‌تر و قوی‌تری با معلمان، مدیران و علمای شهر داشته باشن. در هر جامعه، هر کشورهای حتی پیشرفته‌ای که ما الان می‌بینیم، سعی میشه که از الیت ها، از نخبه های اون مملکت استفاده بشه و اونها در واقع بولد بشن و خیلی بزرگ نمایی بشن. و ما در جامعه کاریز و حالا شهرستان تایباد باید همیشه ارزش بذاریم برای نخبگان شهر. و خب من به خانواده‌ها توصیه که دارم اینه که همیشه سعی کنن در توصیه به فرزندانشون نخبگان رو مثال بزنن، به جای اینکه با قیاس‌های مادی و با خیلی توصیه‌های دیگه فرزندان رو از اون رویاهایی که دارن ناامید کنن. و در نهایت اینکه به نظر من در شهر کاریز و شهر تایباد حتی محافل علمی کمه. توجه به محافل علمی، توجه به رشد کتابخانه‌ها، فرهنگ کتابخوانی، اگه بچه‌ها رو از همون سنین ابتدایی به کتاب خواندن عادت بدیم، مطمئن باشین جامعه پویاتری خواهیم داشت. کمبود کتابخانه و حالا اگر کتابخانه‌ای هم هست محفل علمی درش وجود نداره، حتما باید به این مورد توجه بشه.
و در آخر اینکه مهمترین چیز تلاش خود فرده. اگر تلاش کنی حتما به نتیجه میرسی. اگر شب بیداری بکشی قطعا روزی به اون راحتی خواهی رسید. اگر باسواد باشی قطعا روزی عده‌ای از تو سود خواهند برد، عده‌ای از اون چیزی که تو داری نفع خواهند برد و حتما دعای اونا در مسیر زندگی تو مفید خواهد. بسیار عالی، خیلی ممنون. با تشکر از شما بینندگان عزیز. انشالله در برنامه‌های بعدی در خدمت شما خواهیم بود.